السلام علیکم بینندگان برادران عزیز. قریبی ماه شد که نیستیم. برادران کادر و شروع شده گی. امروز یک گفتیم که پشت بریم تماشا کنیم. گوره خبر گیریم. برادر در همون شخص دیدیم که دورتر معلوم نیست چیه. حاضر ما بالا میریم برادر دیده است که ها نه همینجا و همه اورو رفتن نکار گوه در همجان ایدی قربان نزدیکه گوه بیاریم بفروشیم ستکه بگیریم برای گردی باغ حرکت میکنیم یک جایا برادر عزیز تماشا کنی راحت کنی. برادر در ما هم تابستان رسید دیده است که علف قریب که قاق شده است یوغن تیز قاق میشه نیکی بالاتر میبینی که بهاره بالاتر باز تابستانه از پای جهالم چرده ایستن. در گرمی آفتاب راحت دارن. برادر عزیز تو امروز هم هوا با ابرنوکه بارون باید بباره خیلی گپو تا امروز گلدرای ما زیاد سیل نشد برای که هوا سرد بود تگاه طرف هوا گرم میکنه شاید که گلدرای ما دریاش ها سیل بیاید. تا امروز گلدرای ما خاموش بود دیگه میشه اومد یک چند بار سیل اومد سیل میده نسبتی که سالهای گذشته کمتر. هم خیلی برادر حرکت میکنیم با پیش او گذشتیم او خیلی دریا نبود گذشتیم او میگذاریم این طرف یک برادر چکری خواست چکری برادر هسته بلندتر در بلنکه ها یکی مزه چکری نداره. حاضر میره میبینیم که اگر مزه چکری باشه برای برادر میشینیم کم کم یرا مول چردگی شلخه خورد شلخه سر نبرومد شلخه خیلی میشناسیم خیلی گم کردنش آسون نیست رنگی کروش. برادر عزیز تابستان میگیم گذشتیم قریب که در بهار رسیدیم خیلی بالا میره تیر ماه تابستان بعد بهار بالا که که رفتی زمستان میشه جا حاضر هم برف میزنه برای هوا خنکی. حاضر ما گفتیم در اولای بهاریم گوان در زیر همین برف چریده ایستادن برادر من همینجا رفته کفته یفته گرفته آوردن نکار یورا مول چردگی بعدی مول هم خموندگی گنی علفش به حد زیاد بود که راه گشته نمیتونستی در که دای گرمی یگان چی نمیتوه یگان جانداری گرنگ اگر باشه خیر اگر نیست یگان چیز همه استراحت دارن در گرمی خوان. انا برادر عزیز رسیدیم در سیم قطن مال انا همینجا قطن سیم مال سیم بار اومد همینجا خوب کرد چنگه هوا هم سیاه کرده آوری سیاه کرد آوازی تندر اومده است گفتم امروز بارون نداره دیگه نه که این طرف شده خیلی با هر حال رحیمان نیم زیادتر رفت نیم زیادتر رفتیم یکی با فیلم ترم میکنه بارون پیش ما کسی رفتگیه برای که یگان کو نپرید اینجا مدگی کوگه را پرندگیان این برادر گوی ما در همی زیر هم برفان همینجا چردیستن ما باید به همینجا را به گو بریم گو بگیریم بیاییم اینجا مول چردگیه برادر اگه علفش در میونه
مال او طرف گذشتگی نیست ولی میبینیم اینجا را چقدر رفت داره. خیلی حرکت کردیم. یک ساغر دیدیم. ساغران فربیشتگی هستند. اونا داشته است باشه. ساغر رفت در چشت درماد. دیگر شایست رفته. اوی جای. هو هو. کسی هست؟ ده مرده و فکرم. اوه. مگر کی از زنگ زدن نکر تلفن تا بیار. ببینیم کیه. میشناسیمش. پخسا با فیرم دو درخش وقته. انا برادر رسیدیم در ترمه ها. ترمه خیلی کفیده است. اینا رسیدیم در ترمه ها باید ما بریم بگذاریم خیلی. اهم ترمه باید بگذاریم. هم بالا بریم تای ترمه دیگه. یک آبی تنگ دیگر هم بالا اومده است. ما قلقت یعنی او میبریم. همین خیلی میبریم میریم بالا. راه من با همینجا. ولی راه او خوردگی و فیلم گذاشتم این طرای. همون جایی که برادر 8 بار برآمد اومد زد داد تا با همونجا باید بریم بگذاریم. میریم میده میده بالا. ای تقدیر یگون چی ندیدیم داره. چپونه دیدیم هم بالا خندید. گفت که 10 مرده امرم گمشتگی خشلاق رفته است گمشته است. امره از زنگ میزنیم. انتن جر کمتر سست است. برآمدیم سر تپه انتن پیدا شد زنگ زدیم. کاری برادرم بود کردیم. های گشتیم اومدیم شلپر شدیم. اگر سر تپه نمی برآمدیم او بالا برآمدیم. سر تپه نمی برآمدیم ولی رفت استادیم در جای گوه. گفتم که پیش کسی رفتگی ای. اینا ده کسی دیدیم که خمیده آمده استن. گوهشون خبر کردن کشتن. ما هم راه خلاص شد و به راهگی رفته استیم برادر. دیسته جره یگان چینه کرده است. علافش بلند. یوغانش وقتی درابش. در زیری همی چی از سنگ دیدیم. بور نگاه کنی. رنگی پاشم توف گفتیم رنگ پوست. گفتیم چیزی هایی نه. از سنگ دست. قریب که میگفتیم گرگه در تای رو دیدیم. خیر حرکت داریم. برادر چخلی که میگم ما به راهگی رفته استیم. نه جریقتی یکم قینتره تیوقی مردکم خیلی یاردمون کرد. انا اینجا برادر جرای یک کامera واجو میکنیم خدمت حرکت میکنیم. قجری انا دست ما ترسیدیم. این جرق گذاشتیم برادر. اومدیم در روی برف. ولی بعد قطعی حرکت داریم. رفته ایستادیم. این ده کسران دیدیم سرکشون قطعی. قریب که رسیدم.
هر سال مردم گور میآوردن در هم مباین اینجا تا همینجا قطعی میبردن ترما توی بلوغه میبرن جایی ترما او میشه ته میره ولی بسیارتر میره پایین دیگه گوه خمیده نمیتونن در همینجا میستن تو تیر ماه بچه اینجا گوه را ای 15 ماه این سال های کردن هر سال ای بود هوا میبره برف کم برده باشه اپریل در اپریل مباینه و آخر اپریل اولای ماه هم خیلی گوه الاخره های میکنن ایلوخ تا قریبی که زمستون رو میگیرن چرن میگردن بعد فربی شده میگردن میارن شو کسی سوداگر سودا میکنه کسی که موندنیه میمونش همین وقت بعضا میان مردم خبر میگیرن کسانی هستن که تماما خبر نمیگیرن مثال من اومدم میگن که هرچه گوی ما هست نیست اگر بشناسم میگم که فلان گوی تا دیدیم تا این سوز تمام دیگه بپروا هم خیلی برداره بالای ترمه برف دیده استه این برف شاید که آب نشوه همگاه ترمه قوسه یکنکی ایجا پاهمیش یکم 30 متر هست 30 متر باشه یه گفتیم خط تیزایی که گوه خمیده نمیتونن چکرش هم 20 متر هست خیر ما حرکت میکنیم نمی خیلی بلو مردم با کاشون رو رفتن یه قربون نزدیک میان میفروشن شو رکنه تر دوا گوی ما با فکرم نامجای همه گوی سرش خمه هست همون نمیده را گوی ما نیست فیده دیگریش هم نیست این یک جوی خوب قطن کرده گن لای و شمال کنک تقلق هم نمیده همه بخم وقتی سودو شد نه او ای طرف رختی است در پیش ای طرف او رختی است در پیش انا اینجا هم رختی است اینجا هم او اومده است اینجا هم چشمه اومده است در دن در هم او باردارا گو در اینجا فربی نشوند اگر در اینجا فربی شوند ببینی علافا خورده گشته ایستم گوی خرمون هم یافتیم همین همه بخم این چیدگی های رشد کردگی های میچرا میخره میگرده بردارای نه همه را میگم در جاهای ما زلطای کاریم رشه طلایی یک برادر گفت که در جاهای شما میشوه البته میشوه نه که دوره این رشش همین نه همین که نالده دوره همین را کندیم رشش همین زلطای کاریم که اگه بوز بالا شب کنیم چی چند خرشه دوره این چند ساله با فکرم که غاصه البته کلون نه و فکرم رشه بوز بالا داره برادرو های دستی زلطای کاریم کمیرم غلطی در دنی او خوشبختانه گیرونه کار میکنه انا برادرو همین رشش همش نگرفتیم همین بعدش کندیم این رشش همین بوز بالا میشته است رشه زلطای کاریم خودش نودش نه همی ولی گل کردگی نیست گلی سرخ میکنه انا اینجا گل کردگی هم هست از میبینیم انا گلش خریکش کفتیسه همی زلطای کاریم میدونی که داروی تینجای نه بردارا گوه ما پیدا کردیم حرکت میکنیم طرف خونه جا بود هوا خنک برادر بود هوا خنک نه بود هوا سالقین 2 سال گذشته جا چیزی دیدیم دورتر از میویمش
نگاه کنه که مانندی چی را داره. یکون چه ماننده است. رنگی هیکل های قریب سر آدم برین سنگ. اینا بردارو حرکت میکنیم طرف پایین دیگه بلو نمیبریم. بلو نه. اینا برف. این بلو در بلو همین تیپا هم برف های. آخری همی که انا همین تیپایی که هست. کفای همین تیپا پیریخ. که او نمیشه. برادرو همین گو اجازه منا داد که همه رکنیم تو خبدیم گو سری سری ترنگ پروی خیلی خواد داره بقوات های میدوا همین قد داون موکی های داوندانو بطه در جون مزاد حکی راه گردی نداریم بعد شلپر شید گو نامد کم کم پیش رفتی است ولی هم رانی گرفته نداره نتونستم که خفم بند بشه اینا کفیدگی ترمند اومدیم با بالای ترمه گذشتنیم هاش ها اگه چقدر ترمه داریم نه ترمه اونو کشیدگی های خیلی موبایل خطی باید بگذاریم هرچی هست نیست کم را گیران میمونیم یک اگر غوطی دیم در ترمه ترخ بدون که همجا غوطی دیم حال بایی بار رفتن نکر کی گو نگریزه خیلی سوزه میریم اوسه اشو دون خواد من نمونده دیگه بریم گو ببریم با یکون کنش گو چکشک منیم برادرو خیلی راه گشتیم خیلی خمیدیم خیلی گوغم داد این همین زمینی که میبینید در بالای ترمه های همین سنگ همین لوی همین گرد چنگ همه چیزا راست باید حال این بالا را میروند بازم دردی سری ما این خیلی همیدون 4 کیلومتر 5 کیلومتر هم خیلی ماده استیم همش هم خیلی های خوکی جمشتگی رگی جمشتگی تیاره برای سیل شدن هم برف او شد سیل تیار او میگیره میروند اوی گلدره دم زیری پوم نرفته ایستای یعنی که بچه ها انتظاری بکشه که سیلا های پیشن برادر عزیز روزم بگه شد خمیدیم اومدیم بزرگ یک گوه خپیدیم در جون موزد خیر همه زندگی نه دوی نمیشوه نه جنبی نمیشوه مهنت میکنی تا راحت چه بینی برادر عزیز شلپر سخشتیم خیرخش میکنیم با شما زنده باشه در امان الله باشه در نوارهای آینده بزرگ میکنیم باشه سلامت که درای ما ادامه داره